هیچ کس فکرشو نمیکرد که اون رویایی که در ذهن خیلی ها شاید وجود نداشت، این رویا به حقیقت بپیونده و افغانستان تاریخ سازی کنه. حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در سال 2023 جزء 10 تیم برتر دنیا واقعا مایه افتخار و مباهات هر شهروند افغانی بود و همچنین برای تیم ملی و اینکه تونستیم در رده‌بندی جهانی 70 پله صعود کنیم و در حال حاضر رده ششم آسیا رو داشته باشیم. هیچ کس فکر نمی‌کرد که اتفاق بیفته و این هیچ چیزی جز یه تلاش تیمی و گروهی هم از فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته فوتسال و اداره ورزش تربیت بدنی افغانستان و همچنین بازیکنان و مدیریت تیم ملی افغانستان، هیچ چیزی جزی نبود. یعنی این همکاری و این اتفاق، هر موفقیتی نشان دهنده که اون کسایی که در این کار دخیل بودن کارشون رو به نحو احسن انجام دادن و این واقعا جای تقدیر داره از این دوستان. خب صحبتایی شد، مشکلاتی بود، ما 3 روز متوالی رو جلسات مختلفی داشتیم در جهت رفع مشکلات احتمالی و حضور بهتر، چون اگر ما بخوایم هدف گذاری کنیم، هدف افغانستان در سال گذشته یافتن جایگاه خوب در بین تیم‌های بزرگ دنیا بود و هدف ما امسال تثبیت این جایگاهه و اینکه بتونیم این جایگاه رو حفظ کنیم انشالله و حالا انشالله بتونیم حداقل در آسیا 1-2 تا پله دیگه بالا بریم. خیلی خوشحالم، یعنی باعث افتخار منه که مورد اعتماد فدراسیون فوتبال افغانستان بودم. همونجوری که در دوره اول اعتماد به ما انجام شد، در اون زمانی که شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که این اعتمادی که از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان انجام بشه منجر به این موفقیت‌های خیلی خوب بشه. واقعا تشکر میکنم. امیدوارم که بتونم همونجوری که در سال گذشته با این کار تیمی دل خیلی از هواداران و ملت خوب افغانستان رو خوشحال کردیم، امیدوارم که این لیاقت و شایستگی رو داشته باشم که در سال آتی هم این اتفاق بیفته. خب برنامه هامون رو به فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال ارائه دادیم، صحبت های زیادی شد و جا داره بگم در عرصه بین المللی فوق العاده تیم ملی فوتسال افغانستان الان جایگاه بهتری پیدا کرده در زمینه فوتسال. هر جایی که ما میریم تیمای بزرگ دنیا علاقمند بازی با تیم ملی فوتسال افغانستان هستن، چون اون رو یک قدرت قوی میدونن و واقعا الان جهان باور کرده که تیم ملی فوتسال افغانستان یک قدرت بلا منازع است و در عرصه بین المللی همینجور که در مسابقات مختلف شما دیدید در مقابل تیم بزرگ آرژانتین که حتی ما در گروه بسیار سختی قرار داشتیم که تیم دوم سوم جام جهانی در گروه ما قرار داشت، تونست یک بازی بسیار خیره کننده رو انجام بده. به نظر من از طریق فوتسال افغانستان در کل دنیا بیشتر شناخته شد و یک در حقیقت همت و یه اتفاق ملی افتاد برای جوانان افغانستان که خیلی ها به ورزش رو آوردن، به ویژه به فوتسال. امیدواریم که بتونیم در کنار بقیه دوستان و مدیریت محترم تیم ملی استاد نصیر صداقت که تو این در حقیقت اتفاقات نقش خیلی بسزایی داشتن به عنوان اسپانسر و مدیر تیم ملی، به همون شرایط و انشالله کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال بتونیم دوباره این تاریخ سازی و این همت بزرگ بازیکنان جوانان افغانستان رو در سال آینده هم انشالله نشون بدیم. تغییرات همیشه در تیم ملی هست. اون ترکیبی که در جام ملت‌های آسیا رفت
با جام جهانی فرق میکرد. اون ترکیبی که در مقدماتی جام ملت‌ها بود با مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا فرق میکرد و اتفاقا این صحبت‌ها انجام شد تو این 2-3 روز. قطعا ما نگاه ویژه‌ای به داخل افغانستان خواهیم داشت، نه اینکه بلافاصله بازیکنی به تیم ملی اضافه بشه و بخواد در مسابقات جهانی شرکت کنه، بلکه زیر نظر گرفتن استعدادها و برگزاری کمپ هایی که انشالله با همت کمیته فوتسال در خود افغانستان برگزار خواهد شد و ما خودمون میایم اینجا. همه اینا صحبت شد که انشالله استعدادهای خوب رو به مرحله بعد، یعنی پیوستن به اردوهای طولانی مدتمون و چه بسا در شرکت در مسابقات که یه مقداری سطحش بخوره به کسایی که جدید میان. انشالله اینا رو برگزار میکنیم. هدف داریم که به ولایات مختلف سفر کنیم، زونهای مختلف، انشالله با هماهنگی کمیته فوتسال و با همکاری مدیریت تیم ملی جناب آقای نصیر صداقت که انشالله این استعدادیابی رو داشته باشیم. درب تیم ملی به روی هیچ کسی بسته نیست و انشالله کسایی که لیاقتش رو داشته باشن قطعا به تیم ملی اضافه خواهند شد. اینطور نیست که ما فکر کنیم 14 بازیکن در تیم ملی هستن و فقط اونا در مسابقات هستن، هرچند که اونا تجربیات زیادی در مسابقات جهانی پیدا کردن، ابزار دست ما هستن، ولی تغییرات قطعا خواهد بود و خیلی خوشحالیم و مفتخریم که بعد از جام جهانی 13 بازیکن تیم ملی افغانستان الان در لیگ های مختلف ایران، عراق و عربستان در حال بازی هستند و حتی در اسپانیا انشالله در سال آینده شمسی. در ارتباط با سوال دومتون باید عرض کنم که همکاری ها و صحبت ها در ارتباط با برگزاری تورنمنت برزیل انشالله خواهد بود و امید به خدا به این تورنمنت اعزام خواهیم شد با همکاری و هماهنگی فدراسیون فوتبال. بازیایی داریم، با تورنمنتی داریم در امارات، تورنمنتی با دوباره مراکش از ما دعوت کرده که به کشور اونا میریم، یا با خود اون تیم بازی میکنیم یا تورنمنتی در کشور مراکش برگزار میشه. مسابقات کافا هست، از طرف ازبکستان از ما درخواست بازی شده و همچنین در این زمینه خیلی خیلی پویا بوده تیم ملی فوتسال افغانستان، چرا که در سال گذشته از سال 2023 تا 2024 ما 100 مسابقه ملی داشتیم. یعنی این یه رکورد جهانیه، هم از بازی‌های رسمی، بازی‌های غیر رسمی که در کمپ‌های تمرینی انجام می‌شده، بازی‌های ملی دوستانه، در مجموع 100 بازی ملی برگزار شده و این به نظر من خیلی به رشد و توسعه فوتسال افغانستان کمک کرده. معمولا در ارتباط با قرارداد و معاش صحبتی در رسانه ها نمیشه، یعنی معمول نیست، ولی عرضم به حضورتون که این از طرف فدراسیون فوتبال با هماهنگی فدراسیون فوتبال جهانی انشالله پرداخت خواهد شد. ما قطعا هم کمپ تمرینی در افغانستان خواهیم داشت برای تیم ملی. این یک وعده که باید از قبل هم انجام میشد، صحبتی که شده، ولی کمپ های در ایران هم خواهیم داشت. تیم ملی فوتسال افغانستان چون در حقیقت نوپا هستش در ارتباط با مسابقات جهانی، خب نیاز به اردوهای بلند مدت داره که این اردوها در ایران هم خواهد بود و همچنین در کشورهای خارجی هم حالا صحبتشو داریم که انشالله اگر بشه در امارات هم ما اردوهای داشته باشیم سوای مسابقات بین المللی. خب قطعا خیلی از دوستان من در ایران در مسابقات جام جهانی و قبلش در جام ملت‌ها تیم ملی افغانستان رو تعقیب میکردن و خیلی هاشون دوست داشتن که ببینن نتایج این تیم چی میشه. به نظر من مخصوصا در جام ملت‌های آسیا اون وفاقی که بین افغانستان و ایران وجود داشت در
کمپی در هتلی که بودیم که همونجا تیم ملی ایران هم حضور داشتن، بسیار عالی بود و این خودش نشانگر فرهنگ یکسان در حقیقت ایران و افغانستان و اون دوستی خیلی خوب این دو کشور هستش. خیلی از مربی‌ها، خیلی از مردمی که با من آشنا بودن از سالیان دور، خب تابعیت کشور افغانستان داشتن در اون مکان یا محلی که ما در ایران و در مشهد بودیم و این قرابت و نزدیکی به نظر من همچنان ادامه خواهد داشت و انشالله با نتایج خیلی خوب هم مردم افغانستان خوشحال خواهند شد هم مردم ایران. خب قطعا این حق ملت و مردم افغانستان است در گوشه گوشه این کشور که کسایی که مستعد هستن به تیم ملی دعوت میشه و یکی از آرزوهای خود من این استش که کسایی که و در حقیقت یکی از تخصصهای من اینه که کسایی که شاید هیچ نام و نشانی ندارن و هیچ کس حمایتی از اونا نمیکنه، اونا رو دستشون رو بگیریم و تقویت کنیم. حالا ممکنه بعضیا به تیم ملی راه پیدا کنن، بعضیاشون رو بهشون برنامه بدیم. هدف ما اینه که در کمپ‌های تمرینی که در افغانستان انشالله در این سال، یعنی غیر از بحث تیم ملی، ما الان این بحث رشد و توسعه فوتسال در داخل افغانستان هم جزو کارهای ما خواهد بود. اینه که کمپ‌های تمرینی که تشکیل میشه و ارزیابی میشن بازیکن‌ها، چه کسایی که بعد به اردوهای بعدی دعوت میشن و چه کسایی که دعوت نمیشن، هر دو مورد حمایت قرار میگیرن و در حقیقت توسط مربیای ما به اینا برنامه‌ای داده میشه برای که تقویت بشن، چون افغانستان به نظر من سرشار از استعداده، ولی اون چیزی که نیاز داره این هدایت و رهبری و حمایت ایناست. شما خیلی از بازیکن‌ها رو می‌بینید در مسابقات مختلف که اینا میدرخشن و مردم میگن جای این بازیکن در تیم ملی خالیه، اما رقابت ملی یه رقابت بسیار بسیار متفاوت است اینی که در یک باشگاه یا در یک محدوده کار کنه. شاید بازیکن در یک جای خیلی خوب دیده بشه ولی همون در بحث ملی که میاد مشکل پیدا کنه. اما برنامه ما اینه که انشالله در ولایات مختلف حتما اون چیزی که صحبت کردیم با مدیریت تیم ملی، با کمیته فوتسال در 4 زون انشالله هماهنگی انجام بشه، ما بریم اونجا ببینیم و بجز این قراره که انشالله یکی در کادر فنی که ما داشتیم 1 نفر از مربیای خوب افغانستان به این کادر اضافه بشه، من حیثی که آموزش‌های لازم رو ببینه، کنار تیم باشه و انشالله در سال آینده بتونه افغانستان خودش سرمربی از کشور خودش داشته باشه که برای ما هم افتخار خواهد بود.